در کالج آموزگاری شهر حصار روزهای درهای گشاد دایر گردید که خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی را کارمندان مسئول مؤسسه مذکور استقبال گرفته آنها را با فعالیت صنفخانه‌ها، مرکز تعلیمی هنرآموزی، زبان‌های خارجی، کتاب‌های الکترونی، صنفخانه‌های کامپیوتری، تالارهای ورزشی اینچنین با شرایط‌های تحصیل در این مؤسسه شناس نمودند. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری شهر حصار فعالیت خود را در اساس دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشورمان محترم امامعلی رحمان، وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار به راه مانده تمام شرایط‌ها بهره تعلیم و تربیت آموزگاران به طلبات امروزه جامعه جوابگو مهیا کرده شده است. مؤسسه دارای کابینت‌های مجهزی به طلبات زمان معاصر جوابگو بوده، همه صنفخانه‌ها با تخته‌های الکترونی و ویدیو پروژکتورها تامین کرده شدند. این حال در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری شهر حصار دانشجویان از تمام شهر و ناحیه‌های مملکت تحصیل علم می‌نمایند. طور عیان شد آن اختصاص‌هایی که به دانشجویان آموزانده می‌شود طلبات در مؤسسه‌های تعلیمی کشور بیشتر است، از جمله تیار کردن کادرهای زبان‌های دولتی انگلیسی، روسی، انفرماتیکا و تکنیکای کامپیوتری میباشد. در مؤسسه از 38 شهر و ناحیه‌های جمهوری تحصیل علم می‌نمایند. مؤسسه دارای دو فاکولته فیلولوژی و تاریخ و فاکولته فن‌های طبیعی ریاضی بوده، از 4 کافدرا عبارت میباشد: کافدرای طبیعی ریاضی، کافدرای پداگوژی پسیخولوژیا، کافدرای فیلولوژیا و کافدرای تاریخ و جامعه شناسی میباشد. این حال در مؤسسه 88 نفر آموزگارانی ورزیده و با تجربه کار فعالیت نموده کوشش به خرج می‌دهند که دانشجویان را در روحیه وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی تعلیم و تربیت نمایند. در آخر در تالار اساسی بخاری آموزگاران کالج با خوانندگان دایر گردید. همین طور دوام روز بیش از 500 نفر داوطلبان آینده حاضر گردیده از فعالیت کالج آموزگاری شناس شدند. ماموریت کالج آموزگاری شهر حصار همه‌جانبه بهره تیار نمودن متخصصان میانه، همچنین بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت شاگردان صاحب معرفت و تندرست با استعداد سعی و کوشش بیشتر نمودن یک قطار کارها را در آینده به نقشه گرفته است.